این نوبت جلسه ستاد شهری اوید به پیشگیری از انتقال و پنهشوی بیماری سیرویاتی کووید 19 در شهر دوشنبه در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی دایر گردید. در جلسه مذکور رهبریت و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و رهبران و مسئولان ساختارهای مربوطه شهری و ناحیوی اشتراک داشتند. طور تاکید گردید وقتهای اخیر ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه نسبت به سلامتی خود و اطرافیان فارغبال گردیده در جایهای جمعیتی، مکانهای سیرودم، بازار و مرکزهای سودا، باغ و گلگشت و نقلیات جمعیتی از نقابهای محافظتی استفاده نمیبرند که این عمل در وضعیت خروج موج نوبتی بیماری سیرویاتی کرونا ویروس کووید 19 خطر افزا می باشد. همچنین ضمن سخنرانی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از آن اظهار نگرانی کرده شد که گشت و گذار مردم در حدود پایتخت بی نقاب و رعایت نکردن فاصله اجتماعی صورت میگیرد که این باعث بیشتر اوج گرفتن بیماری سیرویاتی کووید 19 میگردد. در این دایره به مسئولین سپارش داده شد که کارهای فهماندهی را در مثال پوشیدن نقاب‌های محافظتی، گرفتن واکسن ضد بیماری سیرویاتی کووید 19 و رعایت گیگین شخصی را جانب گردانند. گروه کاری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا کارهای اطلاعاتانی را این نوبت در خیابان سینا و کوچه‌های همشفتی آن گذرانیدند. طور معلوم گردید بیشتر ساکنان در جایهای جمعیتی از نقاب استفاده نمیبرند. اینچنین فاصله اجتماعی را نیز رعایت نمیکنند که این حالت در این شب و روز خطرناک میباشد. هنگام بردن کارهای فهماندهی از هر نفری روبرو آمده دعوت به عمل آورده شد که طلبات‌های موجوده را رعایت نموده حیات خود و اطرافیان را زیر خطر نگذارند. کارهای اطلاعاتانی در نزد مرکزهای سودا، کوچه و راهروها و جایهای سیرودم گذرانیده شدند. در برابر تقسیم نقاب‌های محافظتی از ساکنان دعوت شد که هنگام برآمدن از خانه و یا رفتن به بازار، همچنین هنگام استفاده نقلیات جمعیتی احتیاطکاری را پیشه کرده قاعده‌های گیگین شخصی را رعایت کنند. همچنین کارهای فهماندهی را نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا در نزد مرکز سلامتی شهری رقم 2 گذرانیدند. طور معلوم گردید در مرکز مذکور واکسینه‌گیری ساکنان خوب جریان دارد. ساکنان حدود خدمترسانی مرکز سلامتی شهری رقم 2 مسئولیت حس کرده برای سالمی خود و نزدیکان واکسن را قبول کرده ایستادند. کارهای اطلاعاتانی میان اهالی از جانب مسئولین ادامه دارد. در این برابر ساکنان را میباید مسئولیت حس کرده در این سمت بی‌طرف نباشند.